او رشوت خور صاحب، وقتی که تو رشوتک تا زیرک میز تو پت کده مشتکت تیر میکنی، باز زیر از میمانی. از صفت الرقیب الله بیخبر است. نمیفهمی که الله تو رو میبینه، مشت بسته تو رو میبینه. اگر این صفت الله را میداشتی، باور بکنین که حتی چی است، زمین خاطر میگه چون کافرها که هستن میگه صفت رقیب الله را نمیفهمه. الله متعال میگه که اونا از حیوانات که هم بتر هستن. از حیوانات چطور بتر هستن؟ این خو انسان است. امیر رشوت خور از امی پشک هم کده بی شرم است. پشک اگر گوشت برش پرتی پولید شیشته میخوره، اما اگر گوشت دزدی کرد بر شعورش برش میگه که تو خود جنایت کردی بگریز. گوشت دزدی کردی بگریز، جنایت کردی. گوشت گرفته فرار میکنه. اما رشوت خور وقتی که پیش روی چشمت نمیشرمه، من که اگان تو رشوت میدم من کلید یک ذره خم بگی از این پشک کده خورد بیت بلند شو سر تخم بگی باز رشوت بخو. عمر نیاز نداره که در صحراها کمراهای مخفی را نصب بکنه. وقتی یک انسان مسلمان بفهمه که کمراهای مخفی الهی در هر اتاق نصب است و الله متعال در قرآن عظیم شان میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر کسی یک مثقال از ذره نیکی را میکنه، یره ایراه هذا الشخص بعینیه فی یوم القیامه، یعنی در روز قیامت برات نشان داده میشه عمل نیکت و عمل زش. و من یعمل مثقال ذره شر یره. علما میگن اینجا گفته یره یعنی این شخص برش در روز قیامت نشان داده می شود که تو فلانی وقت. چرا؟ به خاطر که کمراهای سکیوریتی مخلوق اگر در یک اتاق باشه ما جرأت گناه را نمی کنیم. حالا بسیاری دفترها وزارت ها هست، سابق وزیر دفتر به دفتر میگشت، حالا نمیگردن. حالا کمره هست، قرار در اتاق خود شیشته میفهمه که فلانی مامور اون چای خورد، اون فلانی قصه کرد، اون فلانی کار نکرد، اون فلانی رشوت خورد. صفت رقیب الله تقاضای امیر میکنه که ما تو به کمراهای سکیوریتی الهی ایمان داشته باشیم که الله 24 ساعت ما را مراقبت میکنه. عمر رضی الله عنه امت خدا امی قسم پیروای خدا رعیت خدا امی قسم تربیه کرده. در یک صحرا میبرایم، یک چوپان است، چوپان است موهای ژولیده، چوپان است بسیار ضعیف و بسیار عاجز و بسیار فقیر. بوتاکای چرمی را که چیز ساخته و در پای خود داخل کرده، لباس بسیار کهنه داره. عمر رضی الله عنه میره برش میگه که او چوپان این رمه از کی هست؟ میگه والا رمه یک شخص از امیر من میچرانم. عمر رضی الله عنه برش میگه که یک دانه از این بر من بفروش، یک دانهش بر من بفروش. او برش میگه که نه خب رمه من نیست، این از یک کس دیگه است، من تنها چوپان هستم. میگه خیر است، آلو خود را نمیبینه. باز که دیگر رفتی بگویش که گرگ خورد یا چطور خورد، پیسه رو ببین سعی که برات خدا پیسه برش میده. که اگر الله، اگر او شخص مرا نمیبینه، الله که الرقیب از کجاست؟ او مرا میبینه. یک چوپان